من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. این سوره مبارکه رعد هست. ربط این سوره و مناسبت این سوره با سوره گذشته که سوره یوسف هست به این صورت که در سوره یوسف یک ربط اسمی هست. در سوره یوسف خوانده شده یا میخوانید شما انشاءالله که موضوع توحید اینقدر مهم بود که یوسف در زندان هم بیانش کرد. اولین چیزی که به همراهان زندان گفت یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. پس پاکی خدا از هر شریک. یوسف هم او را بیان کرد. رعد فرشته، چون بر اساس بعضی گفته ها بالخصوص شیخ ما رحمه الله معتقد است رعد نام فرشته هست. رعد فرشته هم یسبح بحمده، اون هم تسبیح و حمد پروردگار را بیان میکنه، اون هم توحید خدا را بیان میکنه. این ربط اسمی هست. و ربط معنوی اینه که در سوره یوسف از دلیل نقلی یوسف که یک داستان مفصل است ثابت شده که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی، نه پیغمبر نه ولی نه فرشته، عالم الغیب نیست. هیچ کسی علم غیب ندارد، متصرف و مدبرم نیست. اینا دو تا شرایط الوهیت بودن، نه معبودیت. معبود کسی هست که مدبر و متصرف باشد، قدرت و اختیار داشته باشد و دیگه غیب دان باشد. از سوره یوسف معلوم شد که بغیر از الله این دوتا را کسی ندارد. پس با توجه به این دلائل که در سوره یوسف گذشت و همچنین در سوره هود که از انبیا نقل شد و همین نکته اثبات شد، لذا موضوع توحید با توجه به این همه دلائل عقلیه و نقلیه مسئله نظری نیست، مسئله بدیهی است، هیچ جای شبهه‌ای برایش نمانده. اما باز هم احتمال داره برای افرادی جای شبهه باشد، خفاهایی مانده باشد. بنابراین در سوره رعد الله عزوجل توضیح بیشتری در همین رابطه میده. در همین هر دو موضوع، مدبر و متصرف فقط الله است، عالم الغیب هم فقط الله است. اون توضیح را که میده در قالب 8 تا دلیل عقلی، 2 تا دلیل وحی و 1 دلیل نقلی، یعنی 11 تا دلیل. 8 تاشون عقلی هست، 2 تا دلیل وحی هستن و 1 دلیل نقلی در سوره مبارکه رعد داده میشه. الف لام میم را الله اعلم بمراده. تلك آیات الكتاب تمهید است مع الترغیب. این آیات آیات کتاب هستند. الف لام جنس هست، مطلق کتاب.
کتاب های آسمانی، از آیات کتاب هست. والذی انزل الیک من ربک الحق، و آنی که بسوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد حق هست. یعنی این هم راست هست، حق هست، مطابق واقع هست. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم ایمان نمی آورند که از طرف خداست. چرا ایمان نمی آورند؟ لما فیهم من الشقاق والعناد والنفاق. ابن کثیر گفته چون که اختلاف دارند، عناد دارند، نفاق دارند، لذا اونها ایمان نمی آورند. اما این حق است، هیچ شکی توش نیست. حال دلائل: الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله آن ذاتی است که آسمان را بلند قرار داد بدون ستونی که شما ببینید. این قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی گفتم بغیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما ببینید، یعنی اصلا ستون ندارد. بعضی گفتن ستون دارد ولی بغیر اون ستونی که شما میبینید، یعنی شما نمیبینید ستون را. اما تفسیر اول درست‌تر است که هیچ ستون ندارد. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستوی شد. این هم از متشابهات است، چند بار خواندیم. و سخر الشمس والقمر، الله آن ذاتی است که خورشید را، ماه را مسخر کرد در خدمت شما، برای خدمت شما انسان ها. کل یجری لاجل مسمى، هر یک از خورشید و ماه جاری هست، انجام وظیفه می کند. لاجل مسمى، برای مدت معینی. یدبر الامر یفصل الآیات، الله آن ذاتی است که تمام امر عالم را مدبر هست، تدبیر می کند. یدبر الامر ای امر العالم، امر عالم را مدبر هست، مدیریت می کند. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، الله آیات را مفصل برای شما، آیات تکوینیه و تشریعیه، هم درباره امور تکوینیه، خلق سماوات و ارض، دریاها، کوها، دشت، دمن، مفصل برای شما توضیح داده. هم آیات تشریعیه، حلال شما، حرام شما، واجب شما و فرض شما، همه را بیان کرده. چرا؟ این حکمت تفصیل. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید شما به ملاقات ربتان یقین کنید، شاید شما باور کنید که فردا در محضر رب حاضر میشید. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، اون عالم علوی بود، الله الذي رفع السماوات، این عالم سفلی هست، پایین. الله ذاتی هست که مد الارض، زمین را کش داد، زمین را گسترده کرد، زمین را فرش کرد. و جعل فیها رواسی و انهارا، در این زمین از همه قرار داد میخای، میخای یعنی کوها، برای ثبات زمین، برای استقرار زمین. و انهارا، و نهرهایی در دل زمین، در شکم زمین برای شما پیدا کرد. و من کل الثمرات، از همه میوه ها، همه میوه ها را الله تعالی برای شما قرار داد. جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار، قرار داد الله در این زمین زوجین، زوجین یعنی دو جفت، یعنی دو نوع. اثنین بدل از زوجین هست، منظور از هر چیز دو نوع، ضد و نقیض، از هر چیز دو نوع قرار داد. علامه آلوسی نوشته
جعل من كل نوع من انواع الثمرات الموجوده في الدنیا، از تمام میوه‌هایی که در دنیا موجود دارند ضربین، دو نوع، و صنفین، دو صنف. از چه جهت؟ از هر جهت بگیر. از نظر رنگ، اما فی اللون، مثلا دو رنگ کالابیض والاسود. از نظر طعم کالحلو والحامض، یکی شیرین است یکی ترش است. و فی القدر، از نظر حجم و قدر کالصغیر والکبیر. از نظر کیفیت کالحار والبارد، یکی طبیعتش سرد یکی گرمه. و ما اشبه ذلك، امثال این. یعنی از هر جهت نگاه کنید الله تعالی هر دو نوعش را پیدا کرده. یغشی اللیل النهار، می پوشد شب روز را. روز هست، شب می آید چادرش را میندازد، تمام فضا میشه تاریک، برعکس میشه. اینا همه ببین چه نظمی هست، چه نظامی هست. اینا خود به خود میشه. چرا کاری دیگه خود به خود نمیشه؟ از هزاران و میلیون ها سال هست که نظم همین یکیه، ترتیب همین یکیه، یک لحظه جلو عقب نیست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همانا در این آیات و دلائل هست برای قومی که بیندیشند، فکر کنند. و فی الارض قطع متجاورات، دلیل دیگر الله می فرماید در زمین تکه هایی هستند که کنار هم هستند، یک تکه زمین اینجا، یک تکه زمین 50 متر اون طرف تر. و جنات من اعناب، و همچنین باغاتی هست، این باغات از انگورند. و زرع و کشتزار و نخیل، و همچنین نخل خرما. صنوان و غیر صنوان، صنوان اون را میگن که دو تا شاخه باشن، دو تا نخل باشن از یک ریشه، ریشهشون مشترک باشد. و غیر صنوان، غیر صنوان که هر یکی ریشهش جدا باشد. گاهی دیدید یک درخت خرما دو غلو هست، بعضی از سه غلو هستن، ریشه یکی است اما سه تا درخت درست شده. ان فی ذا و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. الان ببین همین زمین یکی هست، آب یکی هست، یک تکه اینجاست یک تکه اونجا، اما بعضی بر بعضی فضیلت داره. این انار را میخوری سبحان الله چقدر شیرین است، اون یکی چقدر ترش است. همچنین تفاوت در میوه های دیگه، توتش را بگیر، انجیرش را بگیر، این همه تفاوت الله هست که متفاوت آفریده. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در همه اینها دلائل هست، دلائل بر قدرت لا یزال. اما برای مستفیدین قرآن، برای قومی که تعقل داشته باشه، اندیشه داشته باشه، ذره بیندیشه، فکر کند، چقدر الله عزوجل به سوی تعقل و تدبر تشویق میکنند ما را. برای ما مفید میشه که ذره بیندیشیم در این قدرت لا یزال. و ان تعجب فعجب قولهم، با وجود این همه دلائل حال زجر و توبیخ، سرزنش برای مشرکان. ای پیغمبر اگر تعجب میکنی تعجب از این سخنشون بکن. عجیب است قولشان که انکار میکنند آخرت را، انکار میکنند بعث بعد الموت را، قدرت خدا را میبینند. این همه دلائل و نشانات که نشان قدرت لا یزال میبینند، باز هم انکار. فعجب قولهم، ای قولشان زو عجب است. کدوم قول؟ این سخن، این قول. اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، آیا ما وقتی که خاک باشیم آیا در پیدایش جدید خواهیم بود؟ بعد از خاک شدن، بعد از خاکستر شدن دوباره چگونه پیدایش ممکن است؟
الله نتیجه این کفرگویی را بیان می فرماید اولئک الذین کفروا بربهم. این نتیجه دنیوی، اینا اولا مهر کفر و فتوای کفر بر اونها خورد. اینها کسانی هستند که کفر کردن به ربشان و نتیجه اخروی. و اولئک الاغلال فی اعناقهم. این انسانهایی هستند که طوق به گردنشان قرار داده میشه در روز قیامت. و بعد از طوق چی؟ و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینها اهل جهنمند، اهل نار هستند، همیشه در آتش ماندگارند. و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه. باز هم سرزنش، زجر و توبیخ بر این انسانهای ناسپاس. از پیغمبر چی میخواهند؟ عذاب. میگن زودتر بیاد عذاب. عذاب را برای عذاب عجله دارند. و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه. حسنه منظور حالت خوب، حالت امن، امنیت. قبل از این حالت امنیت که هنوز راحت و امنیت را ندیدند و نچشیدند، میگن نمیخوایم ببینیم. قبل از این سیئه میخوایم، عذاب میخوایم. تو که میگی عذاب زودتر. ای حال کونهم عاجلین قبل الحسنه. بله، بالسیئه عذاب. وقد خلت من قبلهم المثلات. الله میفرماید در حالی که قبل از اینها نمونه ها گذشته. قد خلت من قبلهم المثلات، نمونه ها یعنی واقعات و نمونه های عذاب قبل از این فراوان بوده، قبل از این زیاد بوده. منظور چی هست؟ علامه آلوسی نوشته والحال انه مضت العقوبات الفاضحه النازله. عذابهای کمرشکن، رسواکن که فرود آمده علی امثالهم من المکذبین المستهزئین، بر امثال اینها، افرادی که قبلا تکذیب کردند، مسخره کردند، بر اونها خیلی از این نمونه ها گذشته. اما اینها از اون نمونه ها عبرت نمیگیرند، از اونها درس نمیگیرند. اینا مثل اونها میگن زودتر عذاب. خب حال سوال این هست که خداوند چرا عذاب نمیده؟ سبحان الله، رحمت خدا غالب است، خشم و قهر خدا غالب نیست. الله می فرماید و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم و ان ربک لشدید العقاب. همانا رب تو ذو مغفرت است بر مردم، بر ظلمشان، یعنی با وجود ظلمشان مغفرت میکند. منظور اینه در صورت توبه. پس تأخیر عذاب به خاطر اینه که مشمول مغفرت بشند، مشمول رحمت خدا بشند. خدا عذاب نمیده فوراً تا متوجه بشند، درک کنند، توبه کنند، برگردند. ولی اگر بر نگردند آخر عذاب هم میده. و ان ربک لشدید العقاب. الله عزوجل شدید العقاب است، سخت عذاب میده. دیر و گیرد، سخت گیرد مرد تو را. وقتی که بیاد سخت میگیرد. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. بازم زجر، بازم توبیخ. اونها میگفتن چرا اون آیه، اون معجزه‌ای که ما میخواهیم، اون معجزه نمیاد؟ آیة مقترحه، آیة مطلوبه، اون آیه‌ای که خواسته ماست، تقاضای ماست، اون آیه چرا نمیاد؟ الله میفرماید این پاسخ چندین جا داده شد که قل انما الآیات عند الله.
آیات، معجزات، اینا دست الله است، مال الله است، در اختیار رب است، در اختیار پیغمبران نیست. به دست پیغمبران اما به اذن رب صادر میشه، ظاهر میشه. خود پیغمبر در اون اختیاری ندارد. کار پیغمبر چیه؟ کار پیغمبر انذار است. کار پیغمبر راهنمایی و هدایت است، روشنگری است، نه اینکه صاحب معجزات و مختار برای معجزات باشی. نه، انما انت منذر، نفی مختار کل است. شما منذر هستید، نه اینکه اختیار معجزات به دست شما باشد. شما فقط مردم را بیم بده، بترسون. ولکل قوم هاد، برای هر قومی راهنمایی بوده. همه راهنماها کارشون راهنمایی بوده، دعوتگری و روشنگری بوده. بله، پس این پاسخشان. الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ببینید، اولا که عرض کردم در این سوره همون مضامینی که در سوره یوسف بود. دو مضمون عمده در سوره یوسف است. یکی که مدبر و متصرف فقط الله است، الان با دلائل علوی و سفلی خواندید که مدبر و متصرف، گرداننده امور، مدیر تمام جهان الله است که اداره می کند. حال می خوانیم که عالم هم فقط اوست. اینا دوتا از لوازم الوهیت هستند، مدبر و متصرف بودن، عالم الغیب بودن. لذا عالم الغیب هم فقط الله است، بغیر از الله کسی نمیداند. حتی که از شکم، از حملی که در شکم است میداند. الله یعلم ما تحمل كل انثى، الله میداند آنچه که حمل میکند کل انثى، هر مؤنث، ام از حیوان ام از انسان. و ما تغیض الارحام، آنچه که رحم کم میکند. و ما تزداد، اضافه میکند. تغیض یعنی تنقص. ببین چه کم میکند چه اضافه میکند. از یک جهت نیست که آقا بگه من به وسیله سونوگرافی میتونم ببینم که یک بچه هست، دو بچه هستند. نه. و ما تغیض الارحام و ما تزداد، این شامل خود بچه هم میشه. المراد عدد الولد، اول عدد ولد. فإنها تشتمل على 1 و 2 و 3 و 4. یک بچه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، الله میدانه چقدر کم چقدر زیاد. و دیگه اینکه مدت ولادت چقدر هست، همون حدش هست، 9 ماه و 9 روز، یا نه کمتر از اون، 6 ماه 7 ماه، یا بیشتر از آن 1 سال. لذا و مدت الولاده فإنها تكون اقل من 9 اشهر و ازید علیها. تفسیر مدارک. یا از هر جهت دیگر، از جهت خلقت، از نظر عقل، از نظر فهم، از هر نظر، زکا، رزق، همه چیز را الله میداند. و کل شیء عنده بمقدار، هر چیز نزد الله به مقدار است، به حد معین هست، برای هر چیزی تعیین کرده. عالم الغیب و الشهاده، اون عالم غیب و شهادت است، عالم نهان و عیان است. الکبیر المتعال، اون ذاتی است که بسیار کبیر و بزرگ است. المتعال، برتر است از آن چیزی که مردم میگویند. سواء منکم من اسر القول، این تخصیص بعد از تعمیم. همه چیز را میداند، همه غیب را میداند. احوال شما را، احوالی که در علنی انجام میدید، در ملأ عام انجام میدید، یا احوالی که در تنهایی هستید، هم میداند. سواء منکم، برابر است از شما. من اسر القول، هر کسی که مخفی کند قول را، سخن را مخفی کند. و من جهر به، هر کسی که علنی کند، جهرا بگوید. و من هو مستخف باللیل، و اون انسانی که در شب
پنهان شده، و سارب بالنهار، و اون انسانی که ظاهر است در روز. همه برای الله سوا هست، برابر است. یعنی اونی که در تاریکی شب، در دل شب جای رفته مخفی شده، و اونی که در روز تو کوچه و خیابون میگردد، برای الله هر دو برابرند. اونی که سخن را به صورت راز دارد، به کسی نمیگوید، اونی که علنی تو بلنگو تبلیغ میکنه، الله هر دو را به یک اندازه میداند. یعنی هیچ خفای پوشیدگی نیست، چون عالم الغیب و الشهاده هست. پس الله میفرماید که همه چیز برای الله ظاهر است، هیچ چیزی از الله مخفی نیست. له معقبات، برای او تعقیب کنندگانی هست. این له مرجع ضمیر دو چیز میتونه باشه. یکی انسان، من اسر القول، مرجع ضمیر له کی هست؟ من اسر القول، اونی که سخن را آهسته میگوید، اونی که سخن را به عنوان راز تو سینه اش دارد. له معقبات، اون انسان تعقیب کنندگانی دارد. تعقیب کنندگان کی هستند؟ فرشته ها که برایش تعیین شده. من بین یدیه و من خلفه، از جلو، از پشت سر، یعنی از هر طرف. یحفظونه من امر الله، او را از امر الهی و از حوادث و مسائل حفاظت میکنن. تفسیر دوم له مرجع ضمیر الله هست. ای لله ملائکة، له یعنی چی؟ لله ملائکة یتعاقبون باللیل والنهار، خداوند برای شما ملائکه تعیین کرده که شما را شب و روز تعقیب میکنند. معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، از امر الهی، من امر الله. من سببیه هست، یعنی به سبب امر الله، به سبب دستور الله، این انسان را از حوادث، از مضار حفاظت میکنند. حفظه به همین خاطر هستند. ای یحفظونه من المضار بسبب امر الله تعالی لهم بذلك. روح المانی گفته از مضرات، از مصائب، به سبب دستور خدا انسان را حفاظت میکنند. تفسیر مدارک باز نوشته یحفظونه من اجل امر الله، اجلیه و سببیه شد، به خاطر امر الله و به خاطر دستور خدا این انسان را حفاظت میکنند. ای من اجل ان الله امرهم بحفظه، از این جهت که خداوند دستور داده به حفظ. پس الله می فرماید یحفظونه من امر الله، او را حفاظت میکنند از امر الله. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب الان اینجا سوال پیدا میشه، وقتی که ما حفظه داریم چرا گاهی برای ما مشکلات میاد؟ گاهی ما تو بازار کار میکنیم ناگهان ورشکست میکنیم، گاهی ما میریم یه جایی میبینیم آسیب میبینیم، آسیب مالی، آسیب جانی. الله میفرماید خودتون هستید، عملکرد خود شما هست. و الا الله عزوجل احوال هیچ قومی را تغییر نمیدهد. ان الله لا یغیر، همانا الله تغییر نمیدهد ما بقوم، ما یعنی آن نعمت، عافیت، آن نعمت و عافیت و آن رفاهی که به قومی هست، نسبت به قومی هست، حتی یغیروا ما بانفسهم، حتی که خودشان تغییر بدن حالت و صلاحیت خودشان را، ما بانفسهم، هانچه که در درونشان هست، یعنی اعمالشان، صفاتشان را. و اذا اراد الله بقوم سوءا، الله می فرماید هرگاه الله اراده بکنن نسبت به قومی سوء را، نسبت به قومی آسیب را، ضرر را، فلا مرد له، مردی نیست، یعنی رد کردنی نیست، هیچ کس نمیتواند ردش بکند. و ما لهم من دونه من وال، نفی شفاعت قهری نیست برای انسان ها بغیر از الله هیچ مددکاری، هیچ حامی. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، دو تا دلیل قبلا خواندیم عقلی، این سومی هست. الله آن ذاتی هست که شما را نشان میده برق را، برق آسمانی گاهی میبینیم
این برق دو حالت داره، هم خوف داره هم طمع داره، هم انسان را امید میده هم انسان را بیم میده. و ینشئ السحاب الثقال، الله ایجاد میکند ابرهای سنگین را، یعنی ابرهای پربار را که برای شما میآورد، خوشخبری دهنده هستند برای شما. و یسبح الرعد بحمده، تسبیح میگوید فرشته رعد به حمد الله. بعضی میگویند رعد نام فرشته‌ای هست، اون فرشته‌ای که مأمور سوق ابرها هست و مأموریت دارد که ابرها را این طرف اون طرف ببرد، باران برای مردم بیارد. گاهی حتی در یک روایتی هست، گرچه روایت ضعیفی هست، که همین فرشته رعد تسبیح که میگوید، صدای مهیبی که صدای در واقع چی میشه، معلوم میشه که استکاک ابرها هست، اون صدای تسبیح رعد هست. و بعضی میگویند که رعد خود همون نام رعد هست، همون صدای مهیب هست، همون استکاک هست، نام دیگری نیست. ولی از اینجا حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی ترجیح داده فرشته است، چون که ملائکه دیگه بر او عطف شدن. این از قبیل عطف عام بر خاص هست. و یسبح الرعد بحمده، فرشته رعد تسبیح میگوید و حمد الله را میگوید. و الملائکه، و همچنین بقیه ملائکه تسبیح میگویند، من خیفته، یعنی از جلال خدا، خوف الله، یعنی بر اینها رعب حاکم هست، جلال حاکم هست، اینها تسبیح میگویند، تسبیح الله. و یرسل الصواعق، میفرستد صواعق را، صاعقه بلند، آوازهای مهیب، فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله، میرسند این صواعق به هر کسی که بخواهد، یعنی هر جا خدا بخواد برخورد میکنند. و هم یجادلون فی الله، این بدبخت ها، این قریش مکه هنوز با وجود این همه دلائل، یجادلون فی الله، درباره توحید الله هنوز جدل میکنن، بحث میکنن، در حالی که و هو شدید المحال، آن ذات شدید المحال است، شدید القوه، دارای قدرت است، دارای قوت است. درباره اون ذات اینا چرا بحث میکنن؟ له دعوت الحق، له دعوت الحق، فقط و فقط برای الله است خواندن حق، یعنی دعای حق، اون دعایی که حق است، اون دعایی که راست است، اون دعایی که باطل نیست، اون دعا همون دعایی هست که صرفاً برای خدا باشد، از خدا باشد. هر چی که غیر از خدا باشد اون باطل است. یعنی دعایی که شما در اون دعا غیر خدا را بخوانید اون حق نیست. کدوم دعا دعای حق است؟ دعای مطابق واقع هست، یا دعای اون دعایی هست که فقط و فقط برای خدا و مال خدا باشد؟ چنانچه قرطبی گفته قیل دعوت الحق دعاؤه عند الخوف، دعوت حق اون دعایی هست که انسان از خدا میخواهد و از خدا میطلبد به وقت خوف. فانه لا يدعى فيه الا اياه، به وقت خوف هیچ کسی دیگه ندا کرده نمیشه و فریاد زده نمیشه به غیر از الله. کما قال، الله فرموده ضل من تدعون الا اياه، به وقت مصیبت، به وقت خوف هر کسی که غیر از خدا شما بخوانید او گم میشه، یعنی اثری ندارد. بله، پس له دعوت الحق، فقط و فقط اون دعوتی، این دعایی که دعای حق است به وقت خوف، به وقت مصیبت انسان میکند، اون دعایی هست که برای خدا انجام بگیرد، نه برای غیر خدا. اونی که برای غیر خدا انجام میدهد تکلیفش چیه؟ والذین یدعون من دونه، آنانی که میخوانند، یدعونهم هست اصلش،
آنانی که معبودان باطل را میخوانند بغیر از الله، لا یستجیبون لهم بشیء، آنها اجابت نمی کنند برای آنان هیچ چیزی، ذره اجابت نمی کنند. دعایشان را خواستن از غیر خدا را الله تعالی در قالب مثالی تفهیم فرموده. می فرماید این دعا می ماند مثل این که کسی تشنه باشد، دست به طرف آب، از دور دست به طرف آب بلند میکنه و آب را صدا میکنه بیا. آب خودش نمیاد، قدرتی ندارد. الله می فرماید لا یستجیبون لهم بشیء، بغیر از الله بقیه کسانی را که دعا میکنند، مردم از اونها میخواهند، آنها اجابت نمیکنند. بشیء، ذره، الا کباسط کفی، مگر مثل اون کسی میماند که باسط کفی، کفهایش را بلند کرده، هر دو دست را بلند کرده، الی الماء، به سوی آب، لیبلغ فاه، آب را اشاره میکند تا آب بیاد به دهنش برسد. تشنه از آب را میگه بیا تو دهنم. و ما هو ببالغه، الله میفرماید اون آب نمیاد، نمیرسه. لذا همین مثال دعای مشرکین است، دعای کافرین است، آنانی که از غیر الله استمداد میکنند. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نیست دعای کافران، آنانی که معبودان باطل را، آنانی که غیر از خدا هر کس را میخوانند، انبیا را، اولیاء را، ائمه را، ملائکه را، جنات را، آنانی که آنها را میخوانند. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مگر باطل. شیخ تانوی رحمه الله فرموده بی اثر، این دعا بی اثر است، این دعا باطل است، این دعا پوچ است، اون دعایی که غیر از خدا برای دیگران باشد. اینجا نکته دیگه هم هست، و ما دعاهم نفرمود، ضمیر ذکر نکرد، قبلا ذکر اونها آمده بود، فرمود و ما دعاء الکافرین، وضع ظاهر موضع مضمر، اسم ظاهر آورد، بجای و ما دعاهم آورد و ما دعاء الکافرین، اشاره به این فتواست، فتوای قرآنی، نه فتوای من و تو، که اونی که غیر از خدا از دیگری میخواند، از دیگری استمداد میکند. و ما دعاء الکافرین، این دعای این کافرین مگر نیست مگر چی؟ بیهوده، باطل، عبث. ولله یسجد من فی السماوات والارض، الله عزوجل تذکر میده شما کجایید، شما از کی میخواهید، از کی میطلبید، از کی استمداد میکنید، در حالی که هر چه خلائق در آسمان و زمین است، چه طوعا چه کرهن، چه با خوشی چه با ناخوشی، همه الله را سجده میکنند. ولله یسجد من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله سجده میکنند تمام آنهایی که در آسمان و در زمین هستند. در آسمان ها فرشته ها، در زمین انسان ها، جنات، غیر از انسان ها و جنات بقیه مخلوقات، اشجار، احجار، هر چی که خلائق هست، طوعا و کرهن، طوعا و کرهن دو تا تفسیر میتونه داشته باشه. یکی طوعا و کرهن معنیش که مشخصه، طوعا با خوشی، کرهن اجباری، ناخوشی. بعضی گفتم منظور از طوعا فرشته ها و مسلمین هستند، چه جن چه انس، که اینها با خوشی، با طیب خاطر ربشون را عبادت میکنن. کرهن مراد کفار هستند، منافقین هستند که ناخواسته گاهی از روی اجبار مجبور میشن، مثلا به مصیبتی گرفتار میشه، الان خواندیم فقط خدا را میخواند، به مشکلی مواجه میشه فقط خدا را میخواند. وقتی دیگه این دیگه کرهن است، اضطرارا شد، وقتی که از اون مهلکه، از اون مخمسه بیرون میاد فراموش میکند، دوباره به عیشش میپردازد. یا اینکه طوعا و کرهن، چون که سجده فقط انسان ها و
فرشته ها و مکلفین نیست، بلکه سجده همه خلایق است. بعضی سجده ها طوعا یعنی تشریعی هست، خدا چون دستور داده ما انجام میدیم، مثل فرشته انسان ها، جنات، عرض کنم که فرشته ها. کرهن منظور تکوینی هست، سجده تکوینی که الله عزوجل طوری کرده، مثلا خورشید سجده می کند، ماه سجده می کند، درخت سجده می کند، سنگ سجده می کند، هر مخلوقی کوه سجده می کند، هر مخلوق عبادتی دارد. بعضی گفته همین که انجام وظیفه می کند همین خودش سجدهش هست، همین خودش عبادتش هست. پس به صورت تشریعی یا تکوینی تفسیر دومش هست. و ظلالهم، و همچنین سایه هایشون هم سجده می کنند با اختیار یا بلا اختیار، بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی همواره، همیشه، دائم، ابد الله را سجده می کند. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء. خدمت شما در آغاز سوره عرض کردم که بعضی از تذکرات هست بر اثبات توحید، و الا مسئله از سوره های هود و سوره یوسف مسئله شفاف و واضح است، و این دلیل و تذکر على سبیل الاعتراف من الخصم است، اعترافی هست. قل من رب السماوات والارض، بگو چه ذاتی هست که رب آسمان ها و زمین است. قل الله، پاسخ و جواب، بغیر از این دیگه جوابی نیست. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، بعد از این دلائل، بعد از این حجج، باز هم شما گرفتید بغیر از الله دیگران را حامی، اونهایی را که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند. حال الله عزوجل مقایسه می فرماید، موازنه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا اعما و بصیر برابر است؟ اعما مشرک، بصیر موحد مؤمن. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اینکه آیا تاریکی ها و نور برابر است؟ تاریکی ها کفر و شرک، نور توحید. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، یا اینکه اینها قرار دادن برای الله شریکانی، چنان شریکانی آیا هست که خلقوا كخلقه، مثل پیدایش خدا پیدایشی داشته باشند، که فتشابه الخلق علیهم، بر اینها مشتبه بشه خلق که نمیدونه اینا مال خداست یا مال اونهاست، یعنی چنان خلقی دارن اونها مثل پیدایش خدا. یعنی اینا بر اساس چی دارن تا دیگران را عبادت میکنند؟ آیا هست؟ نیست، مسلمه. بس نتیجه این سوالات این میشه قل الله خالق كل شيء، بگو الله است خالق هر چیز، و هو الواحد القهار، و او هست واحد قهار، اون ذاتی هست که واحد است در ذات و صفات، یگانه هست، القهار، بر هر چیز غالب است، مسلط است، هر جا الله عزوجل تسلط دارد. انزل من السماء ماء فسالت اودیه، این تذکر دیگر هست و در واقع باز هم همین مقایسه، اما در غالب مثال، مقایسه بین کفر و شرک و ایمان، مقایسه بین مؤمن و مشرک. الله می فرماید که گاهی باران میاد تبدیل به سیل میشه، تبدیل به جریان رودخانه میشه،
وقتی که رودخانه طغیان می کند، سیل به راه می افتد، سیل که به راه می افتد، در این سیل دو چیز را شما مشاهده می کنید. یکی خود آب هست، یکی روی آب کف هست. کف یا آشغال هایی که در اون کف هستند. حال اون آب اصل است، اون برای مردم مفید است، اون در زمین میماند. کف هیچ دردی نمیخورد، کف جفا هست، خشک میشه، بادی بوزد اون کف را چکار میکند؟ از بین میبرد. این مثال شرک و توحید است که شرک مثل کف میماند، برای انسان هیچ دردی را دوا نمی کند. و اما راه حق، راه توحید مثل آب هست که انسان را پاک می کند، مایه حیات است، تشنگی را دور می کند، همه خیر و منافع توش است. یا مثال دیگری خدا در همین آیه بیان فرموده که یک زرگری هست، طلا را، طلای ناخالص را میخواد خالص بکند. این طلا را، سنگ طلا را روی آتش میگذارد، روی شعله میگذارد و شعله با تمام وجود و با تمام قوت چیکار میکند؟ این را ذوب میکند. وقتی که این سنگ ذوب میشه، سنگ طلا، این دو بخش است. یه بخش طلای خالص پایین میره، یه بخش ناخالص و آشغالش به اصطلاح این بالا میاد. لذا عیناً این مثال هم مثل همون مثال هست، مثال حق و باطل. حق توحید است، باطل شرک است. پس شما ببینید که کدوم راه را انتخاب میکنید، کدوم را میگیرید. آیا اونی که برای شما مفید است، برای شما نفع دارد، یا اونی که برای شما ضرر دارد؟ الله می فرماید انزل من السماء ماء، الله از آسمان نازل کرد، آب نازل کرد. فسالت اودیه، وادی ها جاری شدند. وادی بین جبلین را میگن، بین دو کوه رودخانه‌ای باشد، فرجه‌ای که باشد، اون را وادی میگن. هر وادی به قدرها، به اندازهش، به پریش پر است از آب و آب جاری است. فاحتمل السیل زبدا رابیا، این سیل حمل میکند کفی را که رابیا مرتفع روی آب هست. این یک مثال. و مما یوقدون علیه فی النار، و از آنچه که روشن میکنند علیه بر آن، فی النار در آتش، ابتغاء حلیه، برای طلب زیورالات، برای طلای خالص، او متاع یا فلز دیگر، کالای دیگر. میبینیم که اون را که روی آتش گذاشته، زبد مثلو، این هم مثل اون کف دارد، آشغال دارد. كذلك يضرب الله الحق والباطل، الله این گونه بیان می فرماید، مثال حق و باطل را مثل می زند. یعنی ان المثلین ضربهم الله تعالی للحق فی ثباته والباطل فی اضمحلاله. قرطبی گفته این هر دو مثال را خدا برای حق و باطل زده که اونی که ثابت میماند حق است، اونی که از بین میره و نابود میشه اون چی هست؟ باطل است. شما میبینید و مشاهده میفرمایید که کف خشک میشه، آب ماندگار میشه، تو زمین میره. لذا باطل هم چنین از بین میره، نابود میشه، باز شکست همراه میشه. اما حق نه. لذا الله می فرماید فاما الزبد فیذهب جفاء، اما کف می رود، خشک می رود. و اما ما ینفع الناس،
اما آنی که برای مردم مفید است فیمکث فی الارض اون در زمین میماند کذالک یضرب الله الامثال این گونه الله مثال ها را بیان میکند برای معبود حق و باطل در هر موضوعی الله این گونه بیان میکند للذین استجابوا لربهم الحسنى الان خداوند عزوجل اینجا صفات مؤمنین و صفات بر همین قیاس صفات مؤمنین و صفات غیر مؤمنین را بیان می‌فرماید آنانی که استجابوا لربهم دعوت رب را اجابت میکنند الحسنا برای آنها بهشت است برای آنها پاداش نیک هست یعنی بهشت والذین لم یستجیبوا له آنانی که اجابت نمیکنند برای الله دعوت حق را لبیک نمیگویند لو ان لهم ما فی الارض جمیعا اگر برای آنان باشد هر چی که در زمین است و مثله معه دو برابر آن مثل آن هم باشد لفتدوا به فدیه میدهد برای رهایش اما باز هم رها نمیشه رب العالمین میفرماید اولئک لهم سوء الحساب این انسان ها برایشان حساب بد است برای آنها حساب بد و بر اساس آن کیفر بد و مأواهم جهنم این کیفر بدش است جایگاهشان جهنم هست و بئس المهاد جای آرام و استراحت بسیار بدی است جای خوشی نیست جای راحتی نیست این یک مثال بود اول دو تا مثال برای حق و باطل و بعد از اون به تبع اون مثال برای کسی که اجابت میکند دعوت حق را و کسی که پشت میدهد و انکار میکند باز هم الله تعالی مقایسه میکند اونی که اجابت میکند میداند اونی که اجابت نمیکند نمیداند پس مثال عالم و جاهل اونی که میداند و نمیداند افمن یعلم انما انزل من ربک الحق آیا اون انسانی که میداند یقین دارد باور دارد که همانا انما انزل الیک من ربک الحق همانا آنچه که نازل شده از جانب رب تو حق است راست است مطابق واقع است آیا این انسان کمن هو اعما مثل اعما میماند مثل نابینا که هیچی نمیداند اینا با هم برابرند هرگز انما یتذکر اولو الالباب از این مثال ها پند میگیرد عقلمند از این مثال ها درس میگیرد اونی که عاقل است درک و شعور دارد اولو الالباب صفتشون چیه هر کسی که ذهانت و استعداد و زرنگی زیاد در درس دارد اون نیست اولو الالباب اولو الالباب در صفات و در اعمال معلوم میشه اونی که بیشتر اطاعت میکند اونی که بیشتر فرمان میبرد اونی که در بس در اختیار الله و دین الله است الذين يوفون بعهد الله اول اصلاح عقیده آنانی که به عهد و پیمان الهی وفا میکنند این صفت اول اولو الالباب یعنی به توحید با خدا شرک نمی کند ولا ينقضون المیثاق پیمان را نمی شکنند شرک نمی کنند بنویسی یعنی شرک نمی کنند شکستن پیمان الستو بربکم پیمان هست نه او را به ربوبیت پذیرفتیم می فرماید الله بعد از این که پیمان بستی خواندید او تقولوا انما اشرک آباؤنا اینطور نباشه فردا بگید شرک کردن پدران ما پس پیمان بر چی بود بر توحید بر یکتا پرستی یوفون بعهد الله توحید ولا ينقضون المیثاق شرک نمی کنند بعد از اصلاح عقیده اصلاح عمل والذین یصلون ما امر الله به آنانی هستند که وصل میکنند آنچه که الله امر کرده به آن بهی مبدل منو است ان یوصل بدل است امر کرده به چی؟ به اینکه ان یوصل اینکه وصل بشه رابطه با خدا رابطه با
بندگان خدا همه اینها وصل میخواهد. و یخشون ربهم، آنان از ربشان میترسند. و یخافون سوء الحساب، آنان از حساب بد میترسند، از کیفر حساب بد میترسند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل